سلام، امیدوارم خوب باشید. توی این ویدیو میخوام در مورد مبانی فلسفی پژوهش کیفی و فرقش با پژوهش کمی صحبت کنم، چیزی که خیلی از محققین جوان که دارن کار کیفی انجام میدن ازش غافلن یا فکر میکنن که کار کیفی این هست که شما چند تا مصاحبه انجام بدید و بعد حالا اون یافته هاتون رو دسته‌بندی کنید و اون دستجات رو در پاسخ به سوال تحقیق ارائه بدید. خیلی از پایان‌نامه‌ها و مقالات کیفی رو که من میخونم، حالا یا به عنوان داور یا به عنوان استاد راهنما یا به عنوان مشاور، میبینم که روح کمی در اون کار کیفی جریان داره. یعنی قشنگ مشخصه اون لنزی که محقق بر روی پژوهش خودش سوار کرده و از اون لنز داره نگاه میکنه، لنز کمیه. یعنی چی؟ یعنی نگاهش به داده، نگاهش به جهان، نگاهی یک پژوهشگر کمی داره. حالا شاید از من بپرسید مگه این دوتا نگاه با هم فرق میکنه؟ یعنی اینکه یک پژوهشگر کمی نگاهش به جهان متفاوته نسبت به یک پژوهشگر کیفی؟ میگم بله فرق میکنه. در واقع جهانبینی این دو رویکرد، یعنی رویکرد کمی و کیفی فرق میکنه. همچنین معرفت شناسی این دو رویکرد با هم فرق میکنه. حالا منظور چیه؟ در جهانبینی یعنی نگاه ما به واقعیت‌های اجتماعی و جهان پیرامونمون. در پژوهش کمی پژوهشگر واقعیت اجتماعی یا واقعیت رو چیزی بیرونی میدونه، اکسترنال هست، آنجاست و باید محقق با یک ابزاری بره اون واقعیت بیرونی رو کشفش کنه، به دستش بیاره. مثلا میزان رضایت شغلی، میره یه تعداد از معلمین رو، حالا نسبتا تعدادش هم باید بیشتر باشه، یعنی بیشتر از اون چیزی که در پژوهش کیفی ما داریم، و پرسشنامه ابزاری درست میکنه که رضایت شغلی رو اندازه‌گیری میکنه از 0 تا 100 مثلا، یا از 0 تا 10 رضایتش رو اندازه میگیره. عوامل مرتبط با رضایت شغلی رو هم بر اساس ابزاری که داره که پرسشنامه است میره اندازه میگیره. معمولا بیس اون پرسشنامه هم دوستان یک مبنای نظری هست، یک تئوری هست که قبلا ارائه شده و اون تئوری داره میگه این عوامل مؤثرن در رضایت شغلی و به این ترتیب پژوهشگر میتونه میزان رضایت شغلی رو به دست بیاره و اینکه چه عواملی مرتبط هستن با رضایت شغلی. این نگاهش به جهان پژوهشگر کمی به این ترتیب هست. در حالی که در پژوهش کیفی نگاه به جهان یا انتولوژی یا جهانبینی به این صورت است که واقعیت یا سوشال ریالیتیز اکسترنال و بیرونی نیست، بلکه واقعیت در ذهن ما آدم‌ها ساخته میشه، بر ساختی هست. ما واقعیت رو بر اساس تجربیاتمون، بر اساس معنایی که خودمون میدیم میسازیم یا او رو تفسیر میکنیم. بنابراین واقعیت بیرونی و واحد نیست، بلکه واقعیت درونی، ذهنی و چندگان است. چون من یک تفسیر از یک واقعیت واحد دارم، دیگری یک تفسیر دیگه داره، فرد دیگه باز یک تفسیر دیگه داره. درش واقعیت مالتیپل هست، چندگانه است. مالتیپل ریالیتیز ما داریم، چندین واقعیت داریم، چون آدم‌ها متفاوتن، آدم‌ها تجربیات متفاوت دارن، آدم‌ها نگرش‌های متفاوت دارن. پس در رویکرد کیفی ما اتفاقاً اون مالتیپل ریالیتیز و اون واقعیت‌های چندگانه است که به این رویکرد زیبایی میده. در حالی که در مطالعه کمی، رویکرد کمی، واقعیت واحد آنجاست، اکسترناله و محقق میره اون رو به دست میاره. پس فرق جهانبینی در رویکرد کمی و کیفی در اینجاست که در کمی واقعیت بیرونی و آنجاست و واحده، در رویکرد کیفی واقعیت درونی، ذهنی و چندگانه است. نگاه دیگه و فرق دیگه که این دو رویکرد دارن، نگاهشون به علمه. در رویکرد کمی محقق میره و یک ابزاری درست میکنه و اون واقعیت بیرونی رو به دست میاره. یعنی فاصله محقق داده فاصله زیادیه، زیاد درگیر جامعه داده نمیشه و بیشتر به دنبال تعمیم آماری هست، درصد و عدد و روابط علمی معلولی هست. علم اینجوری به دست میاد، با یک ابزار به دست میاد، با یک ابزار بیرونی که پرسشنامه است و اطلاعاتی رو به دست بیاره. در حالی که اپیستمولوژی و معرفت شناسی در رویکرد کیفی تعامل بین محقق و مشارکت کننده در پژوهش
تولید داده میکنه و تولید علم میکنه. اینکه من چه سوالایی بپرسم، من چطور اعتماد ایجاد کنم در فرد، سوالای اکتشافی چی بپرسم، در کجا مصاحبه رو انجام بدم، چه مهارتی من محقق دارم درش. اینجاست محقق ابزار جمع‌آوری داده است. خیلی از بچه‌ها اشتباهاً در کار کیفی میگن ابزارمون پرسش مصاحبه است یا سوالای تحقیقه، در حالی که یک مصاحبه مهمه که کی مصاحبه رو انجام میده. اون محققی که ابزاره، اون محققی که میاد و داده ها رو با ظرافت مثل یک فلزات گرانبها که از معدن از زیر سنگ ها بیرون میکشه، اطلاعات رو از زیر اون نگرش ها و باورها و زبان مشارکت کننده در پژوهش بیرون میکشه. پس در واقع در رویکرد کیفی این تعامل خیلی پررنگه و اون رابطه بین تفسیر محقق از اون چه که مشارکت کننده در پژوهش میگه خیلی تعیین کننده است و یک جورای انگار داده کیفی نوعی برساخته بین این داده‌ای که مشارکت کننده میده و خود محقق باور داره، هرچند که باید اینو مدیریت کنه که تفسیر خود محقق تاثیر نذاره روی داده و کانتامینه نشه، آلوده نشه. در واقع هر دوی این روش ها به کشف علم، به کشف واقعیت کمک میکنن، ولی هر کدوم از یک زاویه. و اگر شما به عنوان یک محقق کیفی خوب این تفاوت ها رو نشناسید، اون حق مطلب رو نمیتونید ادا کنید، نمیتونید در واقع اونجوری که باید دادتون رو جمع آوری کنید و اون عمق و اون جزئیاتی که لازمه برای یک داده کیفی رو نمیتونید کامل به دست بیارید از یک مصاحبه. اونقدر مصاحبتون عمیق و بسیط نیست، انقدر وسعت نداره و انقدر عمق نداره، برای اینکه خیلی اشراف فکر میکنید که فقط یک سوال باز از فرد میپرسید، پاسخ که داد میریم سراغ سوال بعدی، در حالی که یک محقق کیفی میدونه که بایستی که اون سوال رو چقدر بسط بده و چقدر عمق بده تا به اون چی که میخواد دست پیدا کنه. در حالی که در رویکردهای کمی شما بیشتر به دنبال این هستید که حالا 1% شیوع ارائه بدید، روابط علمی معلومی که کشف کنید. در کیفی شما به دنبال چیستی، چرایی و معنا و تفاصیلی که آدم‌ها به تجربیاتشون میدن هستید. بنابراین شناخت فلسفه و زیربنای فلسفی این دو رویکرد بسیار مهمه. رویکردهای کمی پس رویکردهایی هستند که اثبات‌گرایان، اکثرا از کل به جزءن، یک تئوری پشتشه، یک ابزاری دارید مثل پرسشنامه، در حالی که رویکردهای کیفی معمولاً رویکردهای تفسیری هستن، اینترپرتیو هستن، معمولاً ریالیتی واقعیت رو چندگانه فرض میکنن، واقعیت ذهنی است و با روش‌های مختلف کیفی میشه اون واقعیت رو کشف کرد، مثل رویکردهای مثلا ethnography، پیدارشناسی، گراند تئوری. اینها رویکردهایی هستن که میتونید در واقع با نگاه تفسیری برید واقعیت رو کشف کنید. حالا به غیر از این دو، یعنی اثبات‌گرایی تفسیری، رویکردهای انتقادی هم هست که میتونه به تفسیری اضافه بشه. یعنی نه تنها شما میخواید تفسیر آدم‌ها رو کشف کنید، بلکه در اونجا میخواید چیزی رو تغییر بدید، چیزی رو زیر و رو کنید که بهش رویکرد انتقادی critical qualitative research میگن، یعنی یا critical interpretive approach، یعنی هم دارید تفسیر رو کشف میکنید، هم میخواید نقدش کنید، میخواید چیزی رو عوض کنید، مثلا مسائل جنسیتی، میخواید یک سری باورهای جنسیتی رو تغییر بدید، در عین حال میخواید هم مکاشفه کنید هم اون تغییر اتفاق بیفته، یعنی هدف مطالبتون تغییره که بس میشه کریتیکال. و یا در نهایت رویکردهای پست مدرن یا پس از ساختارگرایی که میخوان در واقع نگاهشون این هست که هیچ واقعیت واحدی وجود نداره، هر چیزی ممکنه درست باشه، یعنی همه چیز ممکنه درست باشه و هیچ چیز بر دیگری برتری نداره. معمولا رویکردهای انتقادی میگن یک واقعیت بر دیگری غلبه کرده و میخوان اونو تغییرش بدن، یعنی دیدگاهشون به این صورت، در حالی که در رویکردهای پسا مدرن هیچ واقعیتی بر دیگری برتری نداره. ما اینا رو توی دوره جامعه آموزش روش‌تحقیق کیفی که در وبسایت آکادمی پژوهش کیفی هست کامل توضیح دادیم. یک فایل رایگان هم در سایت ما هست در قسمت محصولات که من به همه توصیه میکنم اون فایل حتما برن ببینن
و دوست دارم که محققینی که میخوان کار کیفی کنن حتما با این رویکردهای فلسفی اول آشنا بشن، بعد برن سراغ یادگیری متدولوژی کیفی. ویدیوهای بعدی راجع به انواع روش‌های کیفی میخوایم صحبت کنیم، روش جمع‌آوری داده و کمی راجع به تحلیل میخوایم صحبت کنیم. حتما ویدیوهای ما رو دنبال کنید و اگر سوالی دارید در این مورد حتما زیر این پست سوالتون رو بپرسید. کانال ما رو سابسکرایب داشته باشید و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.